جادوی انضباط شخصی، نویسنده برایان تریسی. امروز میخوایم در مورد مزایای انضباط شخصی صحبت کنیم. انضباط شخصی یعنی توانایی اینو داشته باشید که احساسات خودتون رو کنترل کنید و بر ضعفاتون غلبه کنید. انضباط شخصی یعنی اراده داشته باشید و کاری رو که میدونید درسته انجام بدید. ممکنه اون کار خیلی سخت باشه و اصلا نخواهید سراغش برید، اما باید خودتون رو مجاب کنید که اون رو انجام بدید. اخیراً از طرف یک انتشارات با من تماس گرفتن. اونا یه جلسه داشتن که توی جلسه در مورد کتابی که میخواستن منتشر کنن بحث کردن. یکی از حاضرین گفت که در حال حاضر برای کتابی با موضوع انضباط شخصی یا کنترل احساسات و عواطف بازار خوبی وجود داره. برای اینکه تا حالا هیچ کس همچین کتابی رو ننوشته، تصمیم گرفتن که من این کتابو بنویسم. با من تماس گرفتن و گفتن که به نظر ما تو بهترین نمونه انضباط شخصیتی هستی و میخوایم کتابمون رو بنویسی. منم قبول کردم، چون فکر میکردم در مورد این موضوع خیلی چیزا میدونم، اما مدت کمی که گذشت فکرم خیلی مشغول شد. برای اینکه حس کردم خودمم چندان منظم نیستم، اما بعد متوجه شدم که همه اونایی که انضباط شخصی دارن حس میکنن که خیلی منظم نیستن. یعنی هرچی بیشتر منظم و سازمان یافته باشید، بیشتر حس میکنید که باید بهتر از این باشید و وضع الانتون کافی نیست. توی این مدتی که با هم هستیم من به شما یاد میدم که خیلی بهتر از اینی که هستید باشید. بیایید با داستان خود من شروع کنیم. همونطور که خیلی از شما میدونید من در شروع کارم چیز زیادی نداشتم و متوجه شدم که بجز تلاش سخت کاری نمیتونم بکنم. و بعدها فهمیدم دلیل موفقیت بیشتر افراد هم تلاش مستمر و بی‌توقفه. وقتی با آدمای موفق صحبت میکنم میگن دلیل موفقیت اونا فقط کار و تلاش زیاده. اونا میگن که تسلیم نشدن و پافشاری و کنترل احساسات و غلبه بر ضعف‌ها باعث پیشرفتشون شده. چند سال پیش با مردی به نام کاپ ماینر ملاقات کردم که البته الان از دنیا رفته. اون بیش از 50 سال صرف مطالعه و تحقیق در مورد موفقیت کرده بود. این شخص 1000 اصل برای موفقیت پیدا کرده بود و توی 4 کتاب اونا رو منتشر کرد. من همه کتاباشو خوندم و بعد وقتی ملاقاتش کردم ازش پرسیدم به نظرت مهمترین اصل از بین این 1000 اصل کدومه؟ اون در جواب گفت انضباط شخصی و کنترل احساسات از هر چیز دیگه‌ای مهمتره. اون ادامه داد توانایی شخص توی این که خودشو به انجام کاری که باید انجام بده مجبور کنه، چه اون کارو دوست داشته باشه چه نه، کلید موفقیت. تا وقتی که نتونید دست به کار بشید و کاری رو که باید انجام بدید، دونستن اون 999 اصل دیگه بیفایده است. ناپولی هیل کسی بود که 25 سال وقت گذاشت و با افراد موفق دنیا مصاحبه کرد. ناپولی کتاب شاه کلید موفقیت رو نوشت. در آخر کتاب گفت آخرین خط آخرین فصل از کتاب شاه کلید موفقیته و اون چیزی نیست جز انضباط شخصی و کنترل احساسات. ناپولی گفت با وجود این پارامتر همه چیز کار میکنه، ولی بدون اون هیچ چیزی کار نمیکنه و عملی نیست. یکی از بهترین شاگردای مدرسه هاروارد دکتر ادوارد بنفیلد بوده. بنفیلد 50 سال تحقیق کرد تا متوجه بشه چرا بعضیا از بقیه موفق ترن. اون متوجه شد که چشمانداز زمان کلید کاره. اینکه فقط 1-2 ماه آینده خودتون رو میبینید و برای اون برنامه دارید، یا تا 10 یا 20 سال بعد خودتون رو پیش بینی کردید و براش طرح ریختید. اون متوجه شد که در سطوح اقتصادی جامعه از فقرا تا پولدارها هرچه به جلوتر بریم افراد آینده نگرتر هستند. پس اگه کسی در دراز مدت موفق باشه، در اصل در کوتاه مدت تصمیماتی گرفته شده که باعث موفقیت اون شدن. مهمترین چیز توی این تصمیمات قربانی دادنه. اونهایی که در آینده میخوان موفق باشن در زمان حاضر باید آماده باشن که چیزای زیادی رو قربانی کنن. مثلا باید زودتر از خواب بیدار بشن، باید سخت و تا دیر وقت کار کنن، باید پولشون رو ذخیره و سرمایه گذاری کنن. اونا حتی باید وقت زیادی رو صرف آموزش فرزندانشون کنن، برای اینکه اینم یه جور سرمایه گذاری بلند مدته و این کارشون توی نسل بعدم اثرگذار خواهد بود.
پس قربانی کردن حیاتیه و قربانی کردن یعنی این که شما انضباط شخصی داشته باشید. میتونید توی لذت‌های خودتون تأخیر بیاندازید تا در دراز مدت لذت‌های بسیار بالاتری داشته باشید. انضباط شخصی یعنی این که خودمون رو کنترل کنیم. توانایی اینه که شامو قبل از دسر بخوریم. همیشه دسر بعد از وعده غذایی صرف میشه. حالا کجا آدمان دسراشون رو قبل از وعده غذایی میخورن؟ بذارید یه مثال بزنم. اگه بعد از یک روز سخت کاری به خونه بیایید و یک تکه بزرگ پای سیب با بستنی خورده باشید، برای شام چقدر اشتها دارید؟ احتمالاً اصلاً مایل نیستید که دیگه شام بخورید. اما ببینید که تأثیر این کار شما روی سلامتیتون چقدر منفیه. زندگی هم مثل همینه. مردم میخوان پشت سر هم لذت و خوشی ببینن و بعد که دیگه نشد به لذت ها ادامه بدن برن سراغ کار سخت. کدوم درسته؟ این که اول کاری که لازمه و میدونید درسته رو انجام بدید یا اینکه اول تلویزیون ببینید، با دوستانتون به گردش برید و تفریح کنید؟ آدمای موفق کارهای سخت و ضروری رو اول انجام میدن و بعد از پاداش خودشون لذت میبرن. اگه انضباط شخصی رو امتحان کنید، میبینید که نتیجه مثبتش اونقدر هم در آینده دور به دست نمیاد. مردم فکر میکنن که فقط در آینده پاداش کارشون رو میبینن، اما اینطور نیست. یه پاداش هم هست که سریعاً میتونید ازش لذت ببرید. توی مبحث روانشناسی یک جمله قشنگ وجود داره. اونا میگن شما برای گناهانتون مجازات نمیشید، بلکه به وسیله گناهانتون مجازات میشید. یعنی بعضی کارها وجود دارن که برای شما مضر هستن و سریعاً باعث مجازات شما میشن. از طرف دیگه برای کارهای خوبی که انجام میدید پاداش میگیرید و این پاداش سریعاً بهتون داده میشه. در اصل وقتی انضباط شخصی داشته باشید، خودتون رو بیشتر از قبل دوست دارید و به خودتون بیشتر احترام میذارید و این همون احساس لذتی که بهتون گفتم. هیچ کس بهتر از خودمون نمیدونه که چه حسی نسبت به خودمون داریم. حس میکنید که آدم خوبی هستید یا آدم دوست داشتنی و موفق؟ هر چی بیشتر خودتون رو دوست داشته باشید، واکنش و رفتارتون با بقیه هم بهتر میشه. از درون خوشحال میشید. همیشه وسوسه میشید که یه کار که براتون جذاب و راحت تره رو انجام بدید. ولی اگه شما خودتون رو مجاب کنید که کاری رو که لازمه و مهمه انجام بدید، از خودتون خوشتون میاد و تصور ذهنی که از خودتون دارید بهتر میشه. تصور ذهنی شما بازدهی شما رو مشخص میکنه. کسی که در ذهنتون میبینید همون شخصی میشه که در واقع هستید. وقتی انضباط شخصی داشته باشید، مغز شما هم اندورفین ترشح میکنه و اندورفین هم ماده‌ای شادی بخشه. پس اگه بتونید خودتون رو کنترل کنید و خودتون رو مجبور کنید که کار درست رو انجام بدید، در اصل خوشحالتر میشید. یعنی در همون لحظه احساس خوبی پیدا میکنید و در این حال اثری که این میتونه روی آیندهتون داشته باشه بسیار زیاده. خوشبختانه انضباط شخصی یک عادته که میتونید با تمرین و تکرار اونو یاد بگیرید. هر کاری رو که چندین بار تکرار کنید، بالاخره بهش عادت میکنید. فرق بین مردم عادی و آدمهای موفق اینه که آدمهای موفق عادتهای موفقیت رو دارن. مهمترین عادت موفقیتی که دارن هم اینه که میتونن خودشونو مجبور به انجام کاری کنن که میدونن در اون زمان درسته. اگه بارها و بارها کاری رو تکرار کنید، اون کار در نهایت توی ضمیر ناخودآگاهتون نهادینه میشه. خیلی از آدما به میانبرها و راه حل‌های راحت عادت میکنن. پس در اصل به انجام کارهایی که برای آینده بلند مدتشون ضرر داره عادت کردن و هنگام انجام کارهای اصلی و شاید دشوار احساس بدی پیدا میکنن. پس اگه بتونید عادتهای خودتون رو عوض کنید، تمرین انضباط شخصی براتون راحت میشه. گوته فیلسوف آلمانی میگه هر چیزی قبل از اینکه راحت بشه سخته. پس عادت کردن به انضباط شخصی کار سختیه. باید صبور باشید برای اینکه گاهی اوقات شاید شکست بخورید. زندگی یک نبرده. هر روز صبح که از خواب بلند میشید از خودتون میپرسید میتونم فقط یک کم دیگه بخوابم؟ هر بار که به لیست کارهایی که باید انجام بدید نگاه میکنید، به خودتون میگید آیا باید از مهمترین کار شروع کنم یا از راحت ترین کار؟ هر روز باید با خودتون و تمایلاتتون بجنگید. اما هر بار که توی این جنگ میبرید احساس بهتری پیدا میکنید. گفته میشه 21 روز طول میکشه تا بتونید به یک چیز جدید عادت کنید. 21 روز.
پس میتونید با تمرین بهش عادت کنید. چند سال پیش یه مدیر بیزینس به اسم هاربرت گری مطالعات زیادی انجام داد و سرانجام پدیده‌ای رو کشف کرد که اسمشو گذاشت مخرج مشترک موفقیت. اما مخرج مشترک موفقیت چیه؟ هاربرت 11 سال صرف مصاحبه با مردم کرد و نتیجه رو توی جزوه ثبت کرد. این جزوه در طول چند سال دست به دست شد و من خلاصه اونو براتون میگم. مخرج مشترک موفقیت خیلی مفهوم ساده‌ایه. آدمای موفقی که هاربرت باشون حرف زده بود، همشون عادت کرده بودن کارهایی رو بکنن که آدمای غیر موفق دوست ندارن انجام بدن. حالا سوال اینه که اون چه کاری هست که آدمای ناموفق دوست ندارن انجام بدن؟ جواب همون کاریه که آدمای موفق هم دوست ندارن اونا رو انجام بدن. اما به هر حال هر طور که شده اون کارو میکنن، برای اینکه میدونن انجام این کارها بهای موفقیته. یه کار ساده مثل ورزش، مثلا دویدن یا پیاده روی در اواخر روز. معلومه که آدما اینجور کارها رو دوست ندارن. اونا دوست ندارن عرق کنن و خسته بشن. اما بعضی هر طور شده این کارو میکنن، برای اینکه این هزینه‌ایه که برای خوش‌اندام بودن و سالم موندن باید داد. ریچ دواس مؤسس یکی از شرکت‌های بازرگانی بزرگه که الان حدود 5.3 بیلیون دلار میارزه. اون چندین سال پیش شروع کرد به فروش خانه به خانه کالاهاش. ازش پرسیدن چطور به سختی کارها غلبه کردی؟ خیلی سخته که یه بیزینس اینطوری رو ایجاد کنی. اون در جواب گفت توی زندگی کارهای زیادی هست که مایل به انجام اونا نیستی. خیلی کارها هستن که استرس آفرینن و ممکنه توش شکست بخورید. اما اونا رو انجام میدید برای اینکه به نتیجه اونا امید دارید. با انجام اون کارا میتونید این فرصت رو داشته باشید که به همه خواسته های دیگتون برسید. قربونی کردن رو به یاد بیارید. برای اینکه در آینده به هدفتون برسید در حال حاضر باید هزینه های اونا رو بدید. 9 نوع انضباط رو باید یاد بگیرید که امروز راجبشون حرف میزنیم. با این 9 مورد میتونید هر جنبه از زندگیتون رو ارتقا ببخشید. بذارید یه قانون رو بهتون یاد بدم. تقویت هر کدوم از این 9 مورد میتونه کل سیستم رو تقویت کنه و ضعف هر کدوم هم میتونه باعث ضعف در بقیه انواع بشه. هر بار که سعی میکنید انضباط شخصی رو تمرین کنید و احساسات و عواطف خودتون رو کنترل کنید، قوی‌تر و بهتر میشید و شخصیت کلی شما پیشرفت میکنه. اولین انضباط تفکر روشن در برابر تفکرات مبهمه. بعضی وقتا میپرسید مهمترین کار در هر شرکت یا هر شغل چیه؟ بعضیا فکر میکنن که دارن فکر میکنن و اکثریت آدمام ترجیح میدن بمیرن تا اینکه فکر کنن. فکر روشن خیلی مهمه برای اینکه کیفیت تفکرات شما کیفیت تصمیمات و انتخاباتون رو مشخص میکنه. تصمیمات شما مشخص کننده کارهایی که انجام میدید و کارهایی که انجام میدیدم نتایجی رو به دنبال دارن. اون نتایج کیفیت زندگی شما رو مشخص میکنه و این زنجیره با فکر کردن شما شروع میشه. توماس ادیسون گفت فکر کردن سخت‌ترین انضباطه. فکر کردن انرژی زیادی میخواد برای اینکه ما با حواس پرتی‌های زیادی احاطه شدیم. هر بار که بیرون میرم و مردمو میبینم تعجب میکنم که چقدر غرق در جنبه‌های فردی شدن. همش یا با تلفن همراهشون مشغولن یا به موسیقی گوش میدن، تلویزیون میبینن و هزار تا کار دیگه. اونا مدام دارن ذهنشونو با این ورودی‌های جنبی بمباران میکنن و با وجود این حواس پرت کنان فکر کردن غیر ممکنه. اگه بخواید خوب فکر کنید باید چند تا تکنیک رو تمرین کنید. اول از همه برای فکر کردن باید زمان صرف کرد. باید بازه‌های زمانی طولانی تخصیص بدید. تصمیمات سریع معمولا تصمیمات اشتباهی هستند. به خصوص تصمیمات سریعی که در مورد آدما یا پوله. پس اگه میخواید تصمیم بگیرید که عواقب دراز مدت داره، قبل از تصمیم باید خیلی بهش فکر کنید. باید از هر جنبه اونو در نظر بگیرید. هرچی بیشتر توی تصمیم گیری دقت کنید، کیفیت تصمیمتون بهتر میشه. تا حالا چند بار به خودتون گفتید اگه یه کمی بیشتر در این باره فکر کرده بودم این کار رو انجام نمیدادم یا اونو بهتر انجام میدادم؟ افراد پیشتاز و موفق از طریق تجربه به خوبی یاد گرفتن که برای گرفتن تصمیمات مهم وقت بذارن. پس یکی از بهترین راههایی که میتونید از اون طریق انضباط تفکر زلال رو به دست بیارید اینه که برای 30 دقیقه تا 1 ساعت با خودتون خلوت کنید.
وقتی که توی زندگی به یک مشکل بزرگ برمیخورید حتما این کارو بکنید. خلوت کردن در طول حیات بشر امتحان خودشو پس داده. خلوت کردن یکی از قدرتمندترین ابزارهای فکر کردنه. اگه به آب گلالود نگاه کنید هیچ چیز شفاف نیست. اما اگه کمی زمان بدید که آلودگی‌های آب ته‌نشین بشن میتونید آب زلال رو ببینید. این اتفاقیه که وقتی با خودتون خلوت کنید براتون میفته. اگه در سکوت بنشینید و هیچ مزاحمتی هم براتون ایجاد نشه، که البته برای چند بار اول خیلی سخته، ظرف 25 تا 30 دقیقه ذهنتون آروم میشه و راه حل اون مشکلی که دارید روش کار میکنید خودش به ذهنتون میاد. این مثل یک معجزه است. در اصل با تمرین خلوت کردن ضمیر ناخودآگاه و الهامات خودتون رو فعال میکنید. زوایای اون مشکلی که داشتید ناگهان براتون روشن میشه و میفهمید دقیقاً چه کاری باید انجام بدید. یک چیز جالب راجع به انزوا و خلوت کردن میدونم. هر کسی که این کارو امتحان کرده خیلی راضی بوده و اگه شما تا به حال اونو امتحان نکردید فقط یک بار امتحانش کنید تا خودتون متوجه بشید. اگه میتونید 1 ساعت وقت بذارید و با خودتون خلوت کنید، به ذهنتون اجازه بدید که آروم بشه تا اتفاقات شگفت‌انگیزی که براتون پیش میاد و ببینید. کم کم شروع کنید تا تصمیمات بهتری بگیرید. صدای درونی خودتون رو کم کم میشنوید. یه راه دیگه برای بهتر فکر کردن هست. یه برگه کاغذ بردارید و تمام جزئیات مشکلتون یا شرایطی که توش هستید رو بنویسید. روی کاغذ فکر کنید و هر چی که به ذهنتون میرسه رو بنویسید. همونطور که دارید مینویسید راه حل هم به ذهنتون میرسه. ارسطو گفته دانایی قابلیت گرفتن تصمیمات خوبه و در اصل ترکیبی از تجربه و عکس العمله. یعنی تجربه رو دارید و از اون تجربه استفاده میکنید. شما باید فکر کنید که هر تجربه براتون چه معنایی داره و چطور میتونید ازش استفاده کنید. رفتن به پیاده روی و فکر کردن حین راه رفتن خیلی موثره. به پیاده روی برید و البته هدفون هم با خودتون نبرید. به موسیقی یا چیز دیگه گوش ندید. فقط راه برید و فکر کنید. میتونید درباره مشکلتون با کسی که بهش اطمینان دارید صحبت کنید. جزئیاتو بهش بگید و ازش بخواید که راهنماییتون کنه. از خودتون بپرسید که فرضیاتتون چیه؟ شاید چیزی رو در مورد شرایط به عنوان پیشفرض پذیرفتید که اصلاً درست نباشه. اغلب توی بیزینس هایی که به مشکل برخوردن و ازم کمک میخوان میپرسم که فرضیات اصلی شما چیه؟ فرض اصلی میتونه این باشه که برای محصول ما یک بازار خیلی بزرگ وجود داره، اما حقیقت میتونه این باشه که اونقدر هم بازار خوبی نداشته باشید. شاید کالاهای دیگه‌ای با قیمت‌های بهتر رقیب شما باشن. شاید ذائقه مشتری‌ها عوض شده و شما اونو در نظر نگرفتید. قبول این برای بیزینس ها سخته که 80% تولیدات شما دیر یا زود منسوخ میشن و باید فکر جدیدی بکنید. به این فکر کنید که اگه فرضیاتتون اشتباه باشن چی میشه؟ اون وقت چی کار میکنید؟ کلید خوب فکر کردن اینه که از انجام کاری متفاوت نترسید. نترسید که همه فرضیاتتون اشتباه باشن. جرأت مقابله با هر چیزی رو داشته باشید و این احتمال که تا الان در حال اشتباه بوده باشید رو در نظر بگیرید. این باعث میشه که ذهنتون باز بشه و بتونید همه احتمالاتی که قبلا نمیدیدید رو ببینید. پس به خاطر داشته باشید اولین انضباط تفکر زلاله که موفق ترین و خوشحال ترین و پولدارترین آدما در جامعه ما از اون استفاده میکنن. انضباط دوم، انضباط تعیین اهداف روزانه است. انضباط تعیین اهداف روزانه میتونه زندگیتون رو عوض کنه. این انضباط میتونه انقلابی توی زندگیتون به وجود بیاره. پس از اهمیت اون غافل نشید. تمرکز لازمه موفقیته. بعضی مهارت‌ها توی رسیدن به موفقیت به کمک میکنن، اما تمرکز ضروریه. باید روی هدفتون تمرکز کنید. اگر نتونید متمرکز بشید، پس باید برای شخص دیگه کار کنید که شما رو وادار کنه روی کاری تمرکز کنید. با تعیین هدف میتونید روی اون هدف متمرکز بشید و اونو به دست بیارید. با تمرین میتونید به تمرکز عادت کنید. در بحث انضباط تعیین اهداف روزانه از خودتون بپرسید که واقعا میخواید با زندگیتون چه کاری انجام بدید؟ واقعا از زندگیتون چی میخواید؟ به جوابش فکر کنید. خیلی‌ها برای این سوال جواب روشنی ندارن، برای اینکه اونا سرگرم مشکلات زندگیشون شدن و هدفو گم کردن.
تصور کنید که 10 میلیون دلار پول نقد به دست بیارید. در همون زمان دکترتون هم بهتون گفته که 10 سال دیگه میمیرید. یعنی شما تا 10 سال دیگه سلامت جسمی دارید، اما بعد از اون خواهید مرد. توی این حالت پول به اندازه کافی دارید و تا 10 سالم سالمید. در این شرایط چی از زندگیتون میخواید؟ چه کاری رو بیشتر انجام میدادید و سراغ چه کاری نمیرفتید؟ چه کاری رو کلاً متوقف میکردید؟ برای اون چیزی که میتونید بشید یا اون کاری که میتونید انجام بدید هیچ محدودیتی قائل نشید. از تکنیک عصای جادویی استفاده کنید. تصور کنید که یک عصای جادویی دارید و میتونید هر چیزی که بخواید رو به دست بیارید. اگه این توانایی داشتید چه چیزی رو عوض میکردید؟ فقط برای یک لحظه اینو تصور کنید. همونطور که گفتم بیشتر افراد اونقدر خودشونو سرگرم مشغله‌های جنبی کردن که دیگه نمیتونن تصمیم بگیرن واقعا چه چیزی میخوان. کار بعدی که باید انجام بدید اینه که یک دفترچه بردارید و 10 هدفی که میخواید توی 12 ماه آینده به اونا برسید و بنویسید. هدفاتونو به صورت قطعی بنویسید. یعنی انگار به اون رسیدید و الان داریدشون. مثلا نگید من میخوام اگه بشه توی این سال 1 میلیون دلار در بیارم. بنویسید من توی این سال 1 میلیون دلار در میارم. برای هدفاتون زمانم تعیین کنید. وقتی اهدافتون رو نوشتید مطمئن بشید که اونا مثبتن. نگید که من سیگار رو ترک میکنم. بگید من سیگار نمیکشم. نگید من وزن اضافیمو کم میکنم. بگید تا آخر ماه وزن من N پونده. اینطور ضمیر ناخودآگاهتونم درگیر میشه. اهدافتون رو به طور شخصی بنویسید. بگید من و به خودتون اطمینان داشته باشید. پس 10 هدف برای خودتون بنویسید. میتونید تعداد هدفاتون رو تا 50 تا اضافه کنید، اما هیچ وقت کمتر از 10 تا نشه. ضمیر ناخودآگاه شما قدرت خیلی زیادی داره، پس روش کار کنید. هر روز اهدافتون رو بازنویسی کنید. من هر روز صبح قبل از اینکه کارمو شروع کنم نقشه روزانمو میکشم و 10 هدفم هم مینویسم. بعضی وقتا نقشه هام و کارهایی که روز قبل انجام دادم هم مینویسم. گاهی اوقات برای خودم یادآوری مینویسم که کاری رو فراموش نکنم، اما نوشتن 10 هدف جز ثابت این کاره. بهتون قول میدم که اگه فقط 1 ماه این کارو تکرار کنین زندگیتون عوض میشه. توی هر سمینار مردم میان سراغ من و به من میگن این تکنیک فوق‌العاده بود و از اثرات معرکه این تکنیک توی زندگیشون تعریف میکنن. پس تنها کاری که ازتون میخوام بکنید اینه که این کارو امتحان کنید. هر کسی که تا حالا تکنیک تعیین اهداف روزانه رو امتحان کرده برنده بوده. انضباط سوم، انضباط مدیریت زمان روزانه است. قانونش اینه که با هر دقیقه که صرف برنامه‌ریزی و نقشه کشیدن کنید 10 دقیقه وقت در هنگام اجرا به نفعتون میشه. پس به خودتون یاد بدید که قبل از اینکه روز کاری خودتون رو شروع کنید راجع به اون برنامه‌ریزی کنید و این کار زمان زیادی براتون صرفه‌جویی میکنه. با توجه به تحقیقات بازدهی شما رو هم 25 تا 50% افزایش میده. اگه کاراتون از روی برنامه‌ریزی انجام نشه پس یعنی دارید به هر اتفاقی که براتون میفته پاسخ میدید و برده شدید. اما اگه برنامه داشته باشید روی اون کار میکنید. یه مسیر دارید که روی اون مسیر حرکت میکنید. با تهیه یک لیست تمرین انضباط مدیریت زمان رو شروع کنید. یک کاغذ بردارید و کارهایی که توی اون روز باید انجام بدید و روش بنویسید. بهترین زمان نوشتن این لیست شب قبل از خوابه. شب برای فرداتون لیست رو بنویسید تا ضمیر ناخودآگاهتون روی نقشه کار کنه و اغلب روز بعد با ایده های عالی از خواب بیدار میشید که این ایده ها میشن نقشه های شما برای انجام کار. اگه توی روزم کار جدیدی پیش اومد که باید اونو انجام بدید به لیستتون اضافهش کنید. اگه کارها رو قبل از شروعش بنویسید به شما کمک میشه که روی زندگیتون کنترل داشته باشید. بعد که لیستتون رو نوشتید شروع به اولویت بندی کارا کنید. قانون 80-20 رو یادتون باشه. یعنی فقط 20% کارهای توی لیستتون 80% ارزش کلو دارن. پس بدونید که کدوم کارها با ارزش تر از بقیه هن. کار A کاریه که حتما باید انجام بدید. اگه اونو انجام ندید عواقب بدی داره. مثلا ملاقات با رئیستون. کار نوع B کاریه که باید اونو انجام بدید. اما اگه نشد عواقبش از کارهای A کمتره. مثلا چک کردن ایمیل و غیره.
کار نوع سی کاریه که انجام دادنش مطلوبه و دوست دارید انجامش بدید، مثل خوندن روزنامه یا مجله، اما این کارا عواقبی ندارن. این کارا توی زندگیتون کمکی بهتون نمیکنه. تا وقتی که هنوز یه کار A انجام نشده توی لیستتون دارید، سراغ کارهای B نرید. همینطور تا وقتی که هنوز کارهای B هست، سراغ کارهای C نرید. کارهای B ارزش انجام ندید. کارهای نوع دی هم کارهاییه که میتونید اونا رو به شخص دیگه‌ای واگذار کنید. یک نکته توی مدیریت زمان اینه که علاوه بر اینکه به کارهایی که باید اونو انجام بدید فکر کنید، به کارهایی که نباید انجام بدید هم فکر کنید. به کارهایی فکر کنید که میتونید اونا رو از لیستتون حذف کنید تا برای کارهای دیگه زمان بیشتری بمونه. حالا وقتی لیستتون تکمیل شد، برید سراغش و کارهای A رو ببینید. اونا رو هم اولویت بندی کنید. یعنی یک A مهمترین کارتونه، بعد 2A و الی آخر. اگه کاری ضرورت نداره پس اصلا سراغش نرید. این سخت‌ترین انضباطیه که باید اونو یاد بگیرید. پس باید سعی کنید که روی کار یک A خودتون تمرکز کنید و اونو انجام بدید تا وقتی که 100% کامل بشه. اگه هر روز با یه لیست شروع کنید که اولویت بندی شده و از مهمترین کار توی لیست شروع کنید، زندگیتون از این رو به اون رو میشه. اندورفین توی بدن شما ترشح میشه و باعث میشه حس خیلی خوبی داشته باشید. این باعث میشه که با انرژی بتونید به کاراتون برسید. پس اگه اول کارهای اصلیتون رو انجام بدید، میتونید در اصل کارهای بیشتری انجام بدید، چون انرژیتون بالاتر رفته. انضباط مدیریت زمان میتونه روی همه 8 انضباط دیگه اثر داشته باشه. وقتی هر روز صبح نشون میدید که روی برنامه‌تون کنترل دارید، نسبت به خودتون حس خیلی خوبی پیدا میکنید. انضباط چهارم انضباط جرأت داشتنه. باید خودتون رو مجبور کنید که کاری که باید رو انجام بدید. بزرگترین مانع موفقیت ترس از شکسته. میترسید که زمان یا سرمایه خودتون رو از دست بدید. این ترسی که به کودکی برمیگرده و تنها راهی که برای موفقیت دارید اینه که به این ترس غلبه کنید. این ترس پشت جمله من نمیتونم قایم شده. 80% مردم از اشتباه کردن میترسن. چرا؟ چون وقتی کوچیکید و در حال بزرگ شدنید اشتباه میکنید و اون حس رو دوست ندارید. پس در نهایت یاد میگیرید که از ریسک اجتناب کنید. باید به این حس غلبه کنید تا بتونید پتانسیل خودتون رو عملی کنید. جرأت مقابله با ترس ها میتونه به عادت تبدیل بشه و با تمرین میتونید بهش برسید. مثل دوچرخه سواری باید اونو یاد بگیرید. هر وقت به شجاعت نیاز دارید اونو تمرین کنید. ارسطو در این مورد گفته اگه میخواید به صفتی برسید که نداریدش، طوری رفتار کنید که انگار از قبل اون صفتو دارید تا بهش برسید. همونطور که امرسون گفته بود کارهایی که ازشون واهمه دارید رو انجام بدید تا ترساتون بمیرن. اون میگه باید با ترساتون مواجه بشید. آدم‌ها به طور غریزی دوست دارن از شرایطی که باعث ترس میشه دوری کنن. مثل مواجهه با رئیس، با یک رابطه بد یا شکست در فروش یک محصول. مهم نیست چی میشه، فقط باش روبرو شید. پسرم وقتی تازه درس خودشو تموم کرده بود پیشم اومد و بهم گفت پدر حالا باید چی کار کنم؟ باید به یک شرکت برم و براشون کار کنم؟ من بهش گفتم باید بری و بازاریابی تلفنی انجام بدی. پسرم شوکه شد. برای اینکه شخصیتش خیلی وراج نبود و این کار اصلاً مناسب به نظر نمی اومد. بهش گفتم توی اون صنعت برات یه شغل پیدا میکنم. تو باید وارد این کار بشی تا مردم بارها و بارها خواسته تو رو رد کنن و سرت داد بزنن. اگه این اتفاقات افتاد به جایی میرسی که دیگه از چیزی نمیترسی. اون به نصیحت من گوش کرد، شغلو گرفت، توی چند هفته اول بدترین روزهای زندگیشو سپری کرد. اما بالاخره یاد گرفت که وقتی مردم باش بد رفتار میکنن فقط لبخند بزنه و عبور کنه. اون یاد گرفت که با یه ترس بزرگ روبرو بشه. حالا پسرم ترسو نابود کرده و دیگه از چیزی نمیترسه. پس اگه با ترستون روبرو بشید کم کم این ترس از بین میره و متوجه میشید که ترس وجود خارجی نداره بلکه توی ذهن خودتون بوده. همونطور که جمله من نمیتونم ترس ایجاد میکنه، جمله من میتونم این کارو انجام بدم ترسو از بین میبره. پس بارها و بارها به خودتون بگید من میتونم این کارو انجام بدم. به خودتون تلقین کنید که میتونید از پسش بر بیایید و دست به کار بشید تا ترس از بین بره. با تکرار این کار
به شجاع بودن عادت میکنید. یک تمرین براتون دارم. توی زندگیتون از چی میترسید؟ از اون به عنوان یک چالش استفاده کنید. خودتون رو محک بزنید. به خودتون بگید میخوام با این ترس مواجه بشم و اونو از بین ببرم. وقتی این کار رو انجام دادید و از این امتحان سربلند بیرون اومدید، یه آدم دیگه میشید. برای بقیه زندگیتون میدونید که از هیچ چیزی نمیترسید و هیچ چیز نمیتونه شما رو متوقف کنه. انضباط پنجم، انضباط عادتهای خوب سلامته. هدفتون باید این باشه که 100 سال با بدنی سالم زندگی کنید. در حال حاضر امید به زندگی امریکایی‌ها به 80 میرسه. یعنی نصف مردم توی سنین بیشتر از 80 سال میمیرن و نصفشون هم زیر 80 سالگی. از اونجا که شما از میانگین مردم باهوشترید و اطلاعات بیشتری دارید، احتمالاً بتونید از 80 سال فراتر برید و 90 تا 95 سال زندگی کنید. پس هدفتون رو 100 قرار بدید. به خودتون بگید برای اینکه 100 سال بتونم سالم زندگی کنم باید چی کار کنم؟ چطوری باید زندگی کنم؟ پس اول بدن ایدئالتون رو ترسیم کنید. یک لیست تهیه کنید. یادتون باشه که وقتی بچه بودید بدن خوبی داشتید. پس اگه الان مشکلی دارید احتمالاً مقصر خودتون بودید که کار اشتباهی کردید. پس با یک تصویر ذهنی از بدن ایدئالتون شروع کنید و سعی کنید خودتون رو به اون تبدیل کنید. کلید سلامت جسمی اینه: کمتر بخور، بیشتر ورزش کن. پس خودتون رو عادت بدید که هر روز ورزش کنید. بهترین زمان ورزش در صبحه. وقتی از خواب بلند میشید به پیاده روی یا دوچرخه سواری برید. اگه این کارو بکنید بدنتون در تمام روز به سوزوندن کالری ادامه میده. شما در طول روز بیشتر هوشیارید و علاوه بر اینها شما تونستید یک کار جدید رو که قبلا انجام نمیدادید شروع کنید. خیلی از افراد موفقی که دیدم ساعت 5 صبح بلند میشن و برای 1 ساعت ورزش میکنن. برنامه روزانه اونا اینه که ساعت 5 یا 5 و نیم بیدار میشن و قبل از اینکه راجع به روزشون برنامه ریزی کنن 1 ساعت ورزش میکنن. اگه بتونید خودتون رو به این کار عادت بدید زندگیتون تغییر زیادی میکنه. جالبه بدونید که اگه صبح ورزش کنید مغزتون هم اندورفین ترشح میکنه که همونطور که گفتم باعث شادی شما میشه و شما رو خلاق‌تر میکنه. اینطوری برای کار خیلی مشتاق‌تر میشید. پس ورزش روزانه حالت جسمی و روحی شما رو بهبود میبخشه. برای اینکه از شر وزن اضافی که شاید داشته باشید خلاص بشید، 3 سم سفید رو از رژیم روزانه‌تون حذف کنید. اولین سم سفید هر چیزی هست که توش آرد سفید باشه. دومی شکره. شکر و هر چیزی که حاوی شکر رو حذف کنید. دسرها، کیک‌ها، نوشیدنی‌های مثل نوشابه. سم سفید سومم نمکه. دیگه سر سفره نمک پاش نیارید. چند وقت پیش یکی از دوستامو دیدم که خیلی لاغر شده بود. گفتم چیکار کردی که به این سرعت وزنت کم شده؟ گفت من هر کاری که هست رو امتحان کردم. اما کاری که بهتر جواب داد نخوردن سم سفید 3 بود. و تونستم توی 60 روز 20 پوند وزن کم کنم. پس اگه بتونید خودتون رو عادت بدید که فقط میوه و سبزیجات و پروتئین بخورید، میبینید که از همون روز اول شروع به کاهش وزن میکنید. بعضیا توی هفته اول این رژیم 3-4 پوند وزن کم میکنن. روزی 8 لیوان آب بخورید تا همه ناخالصی های بدنتون شسته بشه. این پروسه خیلی راحتیه. سالاد رو فراموش نکنید. و نکته مهم دیگه اینه که شما قبل از 6 عصر بخورید. سالاد بخورید، غذای سبک بخورید و قبل از 6 عصر غذاتون رو خورده باشید. بدنتون هر چیزی که بعد از 6 عصر بخورید و ذخیره میکنه. هر چیزی که قبل اون بخورید سوخته میشه. یک شام سبک مثل سالاد اونم قبل از ساعت 6 خیلی خوبه. یک نکته دیگه راجع به سلامت بهتون بگم. هر از گاهی برای چکاپ به دکترتون سر بزنید. بیشتر وقتا مردم تا مشکلی پیدا نکنن پیش دکتر یا دندان پزشک نمیرن. این سیاست اشتباهیه. به خصوص این که اگه سن شما بالای 40 سال باشه باید هر سال یه چکاپ کامل داشته باشید. سالی 2 بار باید دندوناتون رو چک کنید. بی خود بهونه نیارید و کاری که درسته رو انجام بدید. انضباط ششم، انضباط سرمایه گذاری و ذخیره سرمایه. یکی از بزرگترین اهدافی که ما در زندگیمون داریم اینه که از نظر مالی مستقل بشیم. یکی از بزرگترین نگرانی هامون توی زندگی قبض‌ها و قسطامون هستن. بزرگترین ترسی که توی زندگی داریم ترس از فقره، یعنی به جایی برسیم که دیگه پولی نداشته باشیم. استقلال مالی باعث رضایت شما میشه.
پس یکی از اهدافتون رو استقلال مالی قرار بدید. تصمیم بگیرید که از زیر بار قرضها خارج بشید. من با آدمای بیشماری کار کردم که از صفر شروع کردن و در نهایت تونستن به استقلال مالی برسن. همه اونا از بدهی متنفر بودن. یکی از دوستام توی 16 سالگی در یه فروشگاه شغل پیدا کرد. اون فروشگاه به کارمنداش وام میداد. دوستم وام زیادی گرفت و مقداری لوازم برای خونش خرید. برای این کار وقتی که هنوز به دبیرستان میرفت $25,000 زیر قرض رفت. امروز اون 62 سالشه و هنوز زیر قرضه. اون دیگه نتونست از قرض خلاصی پیدا کنه. هر بار که بدهیشو صاف میکرد میرفت و باز پول قرض میکرد و یه چیز دیگه میخرید. هیچ وقت هم نتونست کاری رو که میخواد انجام بده. پس کار شما اینه که برای خروج از قرض برنامه ریزی کنید. یک نکته جالب براتون میگم که از یکی از باهوشترین مدیران مالی که تا حالا دیدم یاد گرفتم. اون به من گفت وقتی ما جوونیم پولو مساوی با لذت میدونیم. میریم و با پولمون تنقلات میخریم یا هر چیزی دیگه‌ای که باعث بشه احساس خوب پیدا کنیم. حالا که بالغ شدیم هم وقتی پول به دست میاریم به این فکر میکنیم که پولمون رو صرف چیزی کنیم که باعث خوشحالیمون بشه. مثلا به سفر میریم و توی خیابونا ولخرجی میکنیم. اما این باعث میشه که کلی پول هدر بدید. پس باید عادتتون رو عوض کنید. یعنی به جای این که بگید من دوست دارم پولمو خرج کنم، بگید دوست دارم پولمو سرمایه گذاری کنم. بعد به این فکر کنید که چقدر لذت بخشه که بدونید توی حساب بانکیت پر پوله. ایده رسیدن به استقلال مالی چقدر براتون جذابه. وقتی عادت کردید که با ذخیره کردن پول خوشحال بشید، دیگه ولخرجی نمی کنید. قانون رسیدن به استقلال مالی و سرمایه گذاری اینی که 10 تا 20% درآمدتون رو ذخیره کنید. و همونطور که درآمدتون زیاد میشه، مقدار بیشتر و بیشتری ذخیره میکنید. مثلا پولتون رو توی سهام سرمایه گذاری کنید و نگران بالا و پایین بازار سهام هم نباشید. توی امریکا میانگین افزایش ارزش سهام‌ها هر سال حدود 10%. پس باید درصدی از درآمد ماهیانتون رو سرمایه گذاری کنید. بیشتر مردم برای اینکه هنوز زیر بار قرض هستن این بخش مهم رو نادیده میگیرن. عادت کنید که حداقل 1% درآمدتون رو ذخیره کنید. مثلا اگه در ماه $2,000 در میارید، $20 ذخیره کنید. به بانک برید، یه حساب باز کنید و اون $20 رو توی اون بذارید. به خودتون یاد بدید که با اون 99% دیگه زندگی کنید. وقتی تونستید با اون 99% زندگی کنید، 1% ذخیرتون رو به 2% برسونید. این مقدار رو به مرور زیاد کنید. در طول 1 سال عادت میکنید با 85 تا 90% درآمدتون زندگی کنید و مابقی رو ذخیره کنید. حتی میتونید از بانک بخواید که خودکار این مقدار رو از حساب حقوقتون برداره تا اصلا اونو نبینید. به زودی عادت میکنید که با مقدار پول کمتری زندگی کنید و تفکرتون رو از فکر من از پول خرج کردن لذت میبرم به من از ذخیره پولم لذت میبرم تغییر بدید. یک نکته کلیدی در ذخیره پول اینه که اگه قصد خرید بزرگی دارید از اون منصرف بشید یا حداقل اون خرید رو به تأخیر بیاندازید. اگه میخواید یه ماشین بخرید یا یه سیستم صوتی جدید بخرید یا هر چیز دیگه ای، برای 30 روز بهش فکر کنید. توی خیلی از موارد از تصمیمتون منصرف میشید یا اگه نشید حداقل تصمیم بهتری میتونید بگیرید. یه کار خیلی خوب که میشه انجام داد اینه که به جای جنس نو یه کالای دست دوم بخرید. میدونستید که میلیونرها هیچ وقت ماشین‌های نو نمیخرن؟ با توجه به تحقیقات استمی و دنکا، میلیونرها همیشه ماشین‌هایی میخرن که 2 سال از تولیدشون گذشته باشه. اینطوری مقدار خیلی کمتری هزینه میکنن و مابقی پول رو سرمایه گذاری میکنن تا هی زیاد و زیادتر بشه. اگه ماشین‌های دست دوم بخرید و چند سال ازشون استفاده کنید تا فرسوده بشن و بعد ماشین جدیدی بخرید، همین پولی که ذخیره کردید میتونه شما رو پولدار کنه. اگه پول ذخیره شده رو سرمایه گذاری کنید، تا زمان بازنشستگیتون به صدها هزار دلار تبدیل میشه. اگه میخواید جایی سرمایه گذاری کنید، قبل از سرمایه گذاری خوب تحقیق کنید. یکی از دوستان میگه 2/3 سرمایه گذاری اینه که از اشتباه دوری کنی. یعنی 2/3 موفقیت توی سرمایه گذاری اینه که مراقب باشی سریع تصمیم نگیری یا تصمیم اشتباهی نگیری.
اگه میخوای توی چیزی سرمایه گذاری کنی، قانون اینه که همون قدر که وقت میذاری تا پول در بیاری، وقت بذار تا جای مناسبی برای سرمایه گذاری پیدا کنی. اگه سریع تصمیم گیری کنی، اغلب تصمیم اشتباهی گرفتید. فقط توی زمینه‌هایی که اطلاعات داری سرمایه گذاری کنید. نباید پولتون رو از دست بدید. یه ضرب المثل ژاپنی میگه پول درآوردن مثل کندن شن و ماسه با یه ماهیتاب است. اما پول خرج کردن و از دست دادن پول مثل آب خوردنه. خیلی راحت میشه پول از دست داد، اما درآوردنش خیلی کار سختیه. یه انضباط دیگه اینه که تا میشه پول نقد پرداخت کنید. همه کارت های اعتباریتون رو دور بیاندازید و فقط یکیشون رو نگه دارید. از اون یکی هم فقط وقتی مجبورید استفاده کنید. وقتی پول نقد بدید، مخارجتون دستتونه و به شما کمک میشه که کمتر خرج کنید. دلیل اصلی ذخیره پول اینه که این کار به شما 2 چیز میده. اول آزادیه. میدونید توی بانک پول دارید. اگه از شغلتون خوشتون نیاد، میتونید ولش کنید برای اینکه توی بانک پول دارید و این پشتوانه شماست. دوم فرصته. اگه فرصت سرمایه گذاری پیش بیاد، میتونید ازش استفاده کنید. مجبور نیستید بگید متاسفم، پول ندارم و ورشکسته شدم. باید همیشه پول کنار گذاشته باشید تا وقتی فرصتش پیش بیاد از اون استفاده کنید. فرق کسی که کمی پول داره و کسی که هیچ پولی نداره مثل فرق بین شب و روزه. کسی که کم پول داره احساس خیلی خوبی داره، ولی کسی که بی پوله همیشه عصبی و نگرانه. انضباط هفتم، انضباط سخت کار کردنه. افرادی که تونستن خودشونو میلیونر کنن، تحصیلات و یا استعدادهای خاصی نداشتن، بلکه قادر بودن به سختی و بیشتر از بقیه کار کنن. بیشترشون به مدت 5 تا 15 سال هر هفته 60 تا 70 ساعت کار میکردن. اما خیلی از مردم فقط 5 روز در هفته کار میکنن و حتی اون 5 روز هم کارشون جدی نمیگیرن. از توماس جفرسون پرسیدن تو به شانس اعتقاد داری؟ اون گفت بله. هرچی بیشتر کار کنم شانس بیشتری دارم. پس هرچی بیشتر کار کنید خوش شانس سرین. چون که فرصتهای بیشتری پیدا میکنید و درای بیشتری به روتون باز میشه. در امریکا میانگین ساعت کاری در هفته 32 ساعته. در فرانسه میانگین 35 ساعته. اما با توجه به آمارهای مؤسسه رابرت، بیشتر مردم نصف وقتشون رو صرف صحبت با همکارا، وقت نهار، قهوه، خوندن روزنامه و اینترنت گردی میکنن و توی این زمان اصلا به کارشون نمیرسن. پس این قانونی که شما را راضی، موفق و پولدار میکنه به خاطر داشته باشید. وقتی سر کارتون هستید به کارتون بچسبید و وقت تلف نکنید. حتی 1 دقیقه هم از دست ندید. وقتی بگید باید به کارتون برسید، کسی مزاحمتون نمیشه. آدمایی که میان با شما صحبت‌های متفرقه میکنن بیشترین وقت رو از شما میگیرن. باید از این هدر دهنده‌های وقت دوری کنید. توی هر شرکتی آدمایی هستن که مثل ویروس میمونن. اونا به بقیه میچسبن و شروع میکنن به صحبت کردن. از اونا دور باشید. برای 2 برابر کردن بازدهی و درآمدتون یه راه دارم. این قانون راحتیه. کافیه که کارتون رو 1 ساعت زودتر شروع کنید. اگه توی شرکتتون ساعت شروع کار 8:30، شما 7 یا 7:30 شروع کنید. فقط باید یکم زودتر از خواب بلند بشید. میتونید قبل از ساعت ترافیک به خیابون برید تا به سرعت به محل کارتون برسید و خیلی سریع مشغول کار بشید. وقتی بقیه به شرکت میرسن، شما خیلی از کاراتون رو انجام دادید. حتی میتونید وقت نهار هم کار کنید. میتونید توی اتاقتون غذا بخورید و سریع غذاتون رو تموم کنید. از اون زمان برای کار استفاده کنید و وقت رو تلف نکنید. خیلی ها میگن باید سر کار خوش بگذرونین. اینطور نیست. کار وقت خوشگذرونی نیست. کار کاره. وقت دیگه ای رو برای تفریح انتخاب کنید. حتی میتونید 1 ساعت هم بیشتر کار کنید. آخرین نفری باشید که ساختمون شرکت رو ترک میکنه. کسی باشید که چراغا رو خاموش میکنه و بیرون میره. اگه به زندگی کارآفرینای موفق نگاه کنید، میبینید که اونا زودتر از همه کارشون رو شروع میکنن و آخرین نفری هم هستن که محل کار رو ترک میکنن. حتی بعضی از روزهای تعطیل هم کار میکنن. در آخر این کارآفرینا خونه‌ها و ماشین‌های مجللی دارن و بقیه میگن نگاه کن اون چقدر خوششانسه. در صورتی که اونا خوششانس نبودن، بلکه کار کردن. وقتی 1 ساعت زودتر برید هیچ کس مزاحمتون نیست.
و توی اون 1 ساعت به اندازه 2 ساعت معمولی میتونید کار کنید. وقتی دور و برتون پر آدمه، بازدهیتون کم میشه. توی محل کار از خودتون بپرسید که بهترین استفاده از زمان چیه. پس همون کارو بکنید و سعی کنید حواستون پرت نشه. به خودتون بگید من باید به کارم برگردم. انضباط 8. انضباط یادگیری بی‌وقفه است. اگه میخواید بیشتر درآمد داشته باشید، باید بیشتر یاد بگیرید. اگه میخواید درآمدتون بیشتر بشه، باید مهارت‌های جدیدی یاد بگیرید که این کارو ممکن کنه. سعی کنید بیشتر مطالعه کنید. صبح و بعد از ظهر 1 ربع کتاب بخونید. این میشه هفته 1 کتاب، یعنی سالی 50 تا کتاب. به طور میانگین افراد بزرگسال کمتر از 1 کتاب در سال مطالعه دارن. اگه سالی 50 تا کتاب مرتبط با کارتون بخونید، مساوی اینه که سالی 1 مدرک PhD بگیرید. با مطالعه زیاد میتونید به یکی از بهترین های رشته کاریتون تبدیل بشید و درآمدتون هم به تپ بالا میره. توی ماشینتون به CD و کتاب‌های صوتی گوش بدید، مثل کاری که همین الان میکنید. یه شخص به طور متوسط سالی 500 تا 1000 ساعت رانندگی میکنه. این میشه هفته 40 ساعت یا 2 ترم دانشگاه. اگه توی ماشینتون به CD های آموزشی گوش بدید، اطلاعات خیلی مفیدی به دست میارید و علاوه بر اون به سمینارها برید. با 1 ساعت شرکت در سمینار میتونید به اندازه 1 سال تجربه کسب کنید. آدمای زیادی رو دیدم که با ایده های جدید از سمینار خارج شدن و تونستن درآمدشون رو چند برابر کنن. یا بعضی وقتا یادگیری و به کار بردن یه تکنیک جدید میتونه زندگیتون رو عوض کنه. میانگین درآمد آمریکایی‌ها سالانه حدود 3% اضافه میشه. با دانش و مهارت اضافی شما از این مقدار متوسط فراتر میرید. مثلا اگه با افزایش مهارت و دانشتون بتونید سالی 10% درآمدتون رو اضافه کنید، در طی 7 سال درآمدتون 2 برابر میشه. اگه سالی 25% بتونید درآمدتون رو اضافه کنید، در طی 2 سال و 8 ماه درآمدتون 2 برابر میشه. پس به خاطر داشته باشید که هرچی بیشتر یاد بگیرید بیشتر در میارید. فواید یادگیری مستمر میتونه زندگیتون رو عوض کنه. انضباط آخر، انضباط ثبات قدمه. این مهمترین مورده. تلاشاتون وقتی اثر میکنه که سماجت کنید و کارتون رو 100% به نتیجه برسونید. با وجود همه مشکلاتی که دارید باید ادامه بدید. شجاعت 2 بخش داره. بخش اول شجاعت شروع کاره. با وجود اینکه موفقیت تضمین شده نیست، شجاعت داشته باشید که دست به کار بشید. اما بخش دوم شجاعت شهامت ادامه دادنه. باید با وجود خسته شدن و ناامید شدن ادامه بدید. سماجت شما نشون دهنده اعتماد به خودتون و کاری که دارید میکنید. اگه به درستی و ارزش کارتون اعتقاد ندارید، پس بی توجه به چیزی که اتفاق میفته ادامه میدید. هرچی بیشتر به درستی کارتون اعتقاد داشته باشید، بیشتر سماجت میکنید. اگر سمج باشید، احساس بهتری نسبت به خودتون پیدا میکنید که باعث تقویت روحیه شما میشه. همونطور که کربن برای ساخت و استحکام استیل لازمه، سماجت هم برای هر انسانی لازمه. وقتی در ناامیدی ادامه میدید، در اصل شخصیت خودتون رو مثل فولاد محکم میکنید و یک انسان قوی از خودتون میسازید. هر اتفاقی توی زندگی یه آزمونه. هر لحظه احساس میکنید که میخواید متوقف و تسلیم بشید. اما به یاد بیارید که این یک آزمونه. با تسلیم شدن توی این آزمون مردود میشید. پس ادامه بدید تا کارتون رو انجام بدید. در نهایت به سماجت عادت میکنید تا جایی که در مسیر پیشرفت غیر قابل توقف میشید. اینکه بتونید عواطف و احساسات خودتون رو کنترل کنید و به ضعفاتون غلبه کنید 7 فایده داره. اول اینکه موفقیت شما تضمین میشه. هر شخص موفقی قادر خودش رو به انجام کاری که میدونه درسته مجبور کنه، چه اون کار رو دوست داشته باشه چه نه. دوم اینکه وقتی دارید تمرین میکنید که خودتون رو کنترل کنید، سرعت انجام کارتون بیشتر میشه و کیفیت کارتون هم بالاتر میره. نتایج بهتری به دست میارید و از بقیه یه سر و گردن جلوتر میافتید. سوم اینکه توی هر شغلی که باشید درآمدتون بیشتر میشه و سریعتر ترفیع میگیرید. چهارم، قدرت شما بیشتر میشه و حس میکنید هر کاری رو میتونید انجام بدید. پنجم اینکه با کنترل خودتون بیشتر به شخصیت خودتون احترام میذارید. خودتون یه آدم بهتر میدونید و احساس بهتری دارید. اون وقتی که به خودتون افتخار میکنید و این باعث میشه که شخصیت شما خیلی مثبت‌تر بشه.
ششم، هرچی بیشتر بتونید خودتون رو کنترل کنید، اعتماد به نفس بیشتری خواهید داشت و ترس شما از شکستم کمتر میشه. و هفتم، دیگه شما قدرت اینو دارید که در برابر هر مانعی ایستادگی کنید تا از اون عبور کنید و به هدفتون برسید. یادتون باشه که با انضباط شخصی به برتری‌های شخصیتی میرسید.